شام روز 11 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با افتخار تشریف رسمی پرزیدنت جمهوری بلاروس محترم الکساندر لوکاشنکو در بستانسرای حکومت جمهوری تاجیکستان ضیافت غیر رسمی آراستند که با فضای گرم و صمیمی‌اش به یک محفل شام دوستی تبدیل یافت. برای برگزاری شام دوستی یکی از موضع‌های خوشباد و هوای بستانسرا انتخاب گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکجایی با مهمان عالی مقام تاجیکستان پرزیدنت جمهوری بلاروس محترم الکساندر لوکاشنکو در بستانسرای حکومت جمهوری تاجیکستان به سیر و گشت شامگاهی برآمدند. سیر و گشت در فضای بسا گرم و صمیمی و دوستی و برادری جریان گرفت. مهمان عالی مقام از طبیعت سبز و هوای تازه تاجیکستان آفتابی حلاوت برده از نمایشگاه نعمت‌های طبیعی دیار بیشتاسای ما بازدید کردند. نمایشگاه محصولات کشاورزی و طعام‌های ملی تاجیکستان در موضع زیبای و نظرربای بستانسرای حکومتی تشکیل کرده شده. در راهروهای علاهیده آن هر یک نمود محصولات کشاورزی با شکل و اسلوب خاص و آرایش گوناگون گذاشته شده بود. در نمایشگاه ده‌ها نمود میوه‌های تر و تازه تاجیکستان، نوع‌های گوناگون پالایزی‌ها، میوه‌های از لحاظ طعم و صفت به همتا به مثل انگور و میوه‌های دانه‌دار، خشک میوه‌های با صفت از قبیل مغز و بادام، مویز و پیسته و میوه‌های سیتروسی به معرض گذاشته شده بود و مهمان عالی قدر به هر یک محصولات به نمایش گذاشته شده و نمودهای گوناگون طعام‌های ملی ما توجه زیاد ظاهر نموده، طعمشان را آزمودند و به صفت و مزه هر یک محصولات بهای بلند دادند. واقعا هم تاجیکستان کشور آفتابروی و دارای نعمت‌های بی‌بهای طبیعی بوده. محصولات از لحاظ اکولوژی تازه و خوش‌صفت دارد و در جهان با میوه و سبزوات اعلی صفت، خوش‌میوه‌ها و طعام‌های لذیذ ملی شهرتی به اندازه کسب نموده است. در بستانسرای شهری سرور کشور دوست بلاروس همچنین به درختان میوه‌دهنده و سایه افکن و آرایشی باغچه حدود قرارگاه که اکثرش از جانب خود پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان از خارج مملکت وارد و شنانده شده است توجه خاص ظاهر نمودند.